الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار عزتمند و گرامی قدر، همگان آگاه هستید که در ماه بزرگ یعنی در ماه رحمت، در ماه مغفرت یعنی ماه شریف رمضان قرار داریم. از الله متعال خواهان هستم که این ماه را برای همه امت اسلام ماه رحمت و ماه مغفرت بگرداند. برادران، صحبتی که امروز میخواهم با شما داشته باشم با دقت صحبت گوش کنید و اگر هر کسی که ذره ایمان داشته باشد پی میبرد که من در چی باره صحبت میکنم و اگر هدایت الله برای هر یک شما باشد، شما میفهمید که این نوار را تقسیم کنید، به خاطر که بسیار صحبت ضروری هست، بسیار یک عفتی هست در بین جامعه که رونق یافته است. اگر هر کسی که بعد این صحبت گوش کردن الله توفیق تو داد، از همین چیزهایی که ما بیان میکنم کنار بگیرید، یعنی داخل نشید، انشاءالله پروردگار مهربان شما را بنده محبوب خود میگرداند. امروز میخواهم صحبت برای اون برادرانی که امروزه چی در ایما باشد، در واتساپ باشد، در اینستاگرام، در وایبر و دیگر بگیم کانال های هسته یوتیوب، دیگر جاها که باشد گروپ تیار میکنن، مرد زن جمع میکنن، عشق ورزی میکنن. با اصطلاح امروزه اکثریت اونها بچه های یاش هستن، بعضی یاش حتی مکتب میانه ده میخونن، دخترای یاش و بچه های یاش هستن و دیگر برادرها اینها را دستگیری میکنن. ما یکم خطاب میکنم با اون برادرایی که این گروپ را ساز میکنن. ای برادر عزیز، ممکن از این گپای ما که بحریت میکنم ممکن که خفه شوی، ناراحت شوی، لیکن قسم به الله که من آفریده است از برای الله بحریت میگم. پیش از اینکه دنیا را پدرود بگوی اوقا گناه مردم با همراهی خود ببری، از الله متعال بترس، پیش الله توبه که این کار بده که امروز کرده سه گروپ تیار کرده و سایت تیار کرده، همه مرد زن فساد کرده ایستاده. از الله بترسه. به خاطر هر برادر، هر خواهری که در اون گروپ ایت، ای برادر، ای خواهر، فراموش نکه اشتراک میکنه، دست به زنا و گپای حرام میزنه، در گناه اون تو شریک هستی. گناه های خودتو یک طرف بیسته، هر کسی که در اون گروپ هسته 100 کس 200 کس میشوه، در گناه اونها شما شریک هستی. گناه هر یک اونها را فراموش نکن. اگر بعدی مردن تم این گروپ ایت اگر همین رفتن میگیرد، در قبر تا عذاب رفتن میگیره، گناهش رفتن میگیره. این را فراموش نکن. من همچون برادر بهر شما میگم و اون برادرایی که این نواره ها را بگیم یا اون گروپ ها را با دیگر برادرها تقسیم میکنن، این را فراموش نکن. ای برادر، پیش از این که با اون گروپ یک خواهر با همراه میکنی، یک زن همراه میکنی، خواهر خطا پیش رو بیار، مادر خطا پیش رو بیار. از همه مهم ایه که تو دختر داری، فردا دختری ترم یک جوان فریب میکنه، در همتر گروپ ها دست به زنا میزنه. ایرا فراموش نکن. هر برادری که این کار کردنی میشوه، خواهر اپا و مادر خطا پیش بیار. ای برادر، ایرا فراموش نکن. کما تدین و تدان، هر معامله که هم معامله را منتظر شه. در همونجا با بازم اشتراک کردن شو، همون را به مردم تقسیم میکنن. همی قم نصیحت شو میکردم، همی قم میفهموندم شو، باز همو کاروش نمیکنن. روز از روزا ممکن که همین نوار به گوش شما رسه، همچی یک برادر غمخوار به سمع شما میرسونم که از الله بترسه. قسم به خدایی که الله شاید، یک برادر هست شناس هست، رفیقی داریم، گفت ما برادر گفت یک کانال هی کرده بدم، گفت بسیار بایدای حرام و فاحشگی میپرتافتم، گفت همو پاتویش کم در 1 منوت به چند قخیز، گفت لیکن همین امر معروف گوش کم، الله مرا هدایت کرد، توفیقم داد، همو را او دلیل کم از بحر گذشتم. اگر حالی میموندم اینی ممکن که خیلی از سوم زیاد از اون کار کرده گیرم، نه که به خاطر الله، از الله ترسیدم، همو را او دلیل کردم، یعنی نابود کردم. به همین خاطر برادران از الله بترسه. ای خواهری که فراموش نکن فردای قیامت الله تو را راست میکنه. از اون خواهرایی را که تو برهه کردی، زناکار کردی، فردای قیامت الله متعال هم تا خارج میکنه که دیگه او را
هیچ کس نمیدونه. دخترت را یک کس خوار میکنه. ای خواهر عزیزی را فراموش نکن. یک خواهر را بردی در اون گروپ ها در اون سایت ها جو کردی، پگه یک کس دخترت را میکنه، خواهرت را میکنه، مادرت را میکنه. این را فراموش نکنی. به همین خاطر یکم برادر از این گروپ ها و از این سایت ها کناره بگیری. وقتی نصیحت میکنی نصیحتون نمیگیرن، از اینها کناره بگیری. به خاطر که شما در اونجا داخل میشه، بعضی ها هستن که نماز میخونن، روزه میگیرن، لکن در همون سایت ها هستن. باز با زبان خودشو که ما بیرهن است، ما خود ما کنترل کرده میتونیم. نه برادر، اون نفسی که الله برای من داده است، الله در سوره یوسف میفرماید استعیذ بالله این النفس لاماره بالسوء. ای بندگان من، شما هوشیار باشه، زیرک باشه. این نفسایی که من بهر شما دادم، این نفس شما را به بدی میبره. تو خود کنترل کردن میتونی. برادر عزیز، خواهر عزیز، وقتی که در اون گروه داخل میشه، الکی تو رنگ همونها میشه. تا الکی نمازا را قضا میکنی، روزه را قضا میکنی، دیگه زیناکار میشه، دیگه تو خود کنترل کردن میتونی، تو خود از دست میدی. خوبتر و بهترش که از همینها کناره بگیری، همین کارا را اصلا نکنی. و هر برادرایی را که میشناسی، خواهرایی را که میشناسی همین کارا میکنن، اونها را دعوت کنی که از همین کار دست بکشن، ان شاء الله ثواب بهتری نمیگیری. و علل خصوص همین نوار رو همه اگر با عقل و با ایمان باشه میتونه تقسیم کنه. یک برادرم یک خواهرم اگر از دست شما هدایت بیاود، ان شاء الله برای شما را بهترین ثواب است. از الله متعال در این ماه رحمت، در این ماه مغفرت که اجابت دعا است، دعا میکنیم که الله متعال همه ما و شما را از این وبای، از این فتنه که امروزه جوانا پیش گرفتن، پروردگار مهربان ما و شما را هدایت کنه و از کارهای حرام، از فاحشگی که کردیم تا امروزه پروردگار و توبه ما را توبه صدقان بگردانه و پروردگار مهربان دوباره ما را به آن گناههای خود باز نگردانه. آمین.